و سومین مصداق صبر، صبر بر بلیات. خب زندگی دنیاست و یک جزء اجتناب ناپذیر حیات و زندگی زمینی ما همین آزمایشات و همین بلیات هست. اینکه انسان وقتی از طرف الله تعالی ابتلایی میاد، آزمایشی میاد، بر او صبر کنه، عزم خودش رو راسخ کنه، بلایی که آمده بر اون بلا و بر اون مصیبت اعتراض نکنه، شکوه و شکایت نکنه، این رو از جانب الله تعالی بفهمه و بگه در این چیز خیر منه، چون از طرف الله تعالی آمده. فعل الحکیم لا یخلو من الحکمه، و هیچ کار ذات حکیم الله تعالی خالی از حکمت نیست. او این رو برای من پسندیده و قطعا در این چیز خیره، من بدانم یا ندانم. طفل می لرزد ز نیش احتجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. گاهی وقتا مادری که اسطوره محبت، اسطوره خیرخواهی و شفقته، برای بچهش درد تجویز میکنه، چون میفهمه این درد به خیر بچه منه. آمپول درد داره، حجامت درد داره، جراحی درد داره، ولی گاهی وقتا همین مادر مشفق که گاهی برای بچه خودش حتی نیش یه پشه رو نمیتونست تحمل بکنه، خواب از چشمش میپرید وقتی میدید یه جای بدن بچهش آثار نیش پشه هست، تا صبح خواب از چشماش میرفت. حالا همین مادر بچهش رو برده روی تخت خوابونده، خودش هم داره کمک دکتر میکنه، دست و پای بچه هم گرفته و به آقای دکتر میگه بزن. اشک میریزه بچه اون لحظه، اون بچه سختشه، حتی گاهی وقتا ناله میکنه، شکوه میکنه، اما مادر مشفق در آن غم شادکام. اون مادر مشفق میفهمه این غم، این درد الان برای بچه من خیلی مفیده، سلامت بچه من رو، آینده بچه من رو، رشد بچه من رو این درد و این غم تضمین میکنه. این غم گذرا میتونه فردای خوب رو برای بچه من به ارمغان بیاره، لذا میگه بزنم پول رو. همونطوری که من به عنوان یک بیمار به دردی که دکتر برای من تجویز میکنه اعتماد دارم، ازش شکایت نمی کنم، به تیغ جراحیش اعتماد دارم، همونطوری که گاهی وقتا دوای تلخی به من میده، به اون تجویز و تشخیص او احترام میذارم و میگم همین تلخی هم نفع منه، همین درد هم نفع منه، همین تیغ جراحی هم نفع منه. به علم دکتر، به محبت دکتر، به حاذق بودن و حکیم بودن دکتر اعتماد میکنم، خودم رو سپرد دکتر میکنم. گاهی وقتا پرهیز غذایی بسیار سنگینی به من میده، من از خیلی از غذاها محروم میکنه، ولی همین محرومیت غذایی رو، همین پرهیز رو من نفع خودم میدونم. با هیچ کسی دیگه رقابت نمی کنم، چرا فلانی اینقدر غذا میخوره، چرا دکتر اونو آزاد گذاشته هرچی دوست داره میخوره، چرا من رو آورده این پرهیز و رژیم غذایی سخت رو به من داده، چون میفهمم خیر منه، او بهتر میدونه، خودم رو تسلیمش میکنم. لذا مرحله سوم صبر، صبر بر چیه؟ صبر بر بلا و مصیبتی که از جانب الله تعالی میاد. شما زندگی انبیاء علیه السلام رو نگاه کنید، کدوم یکی از انبیاء بوده که از کوره امتحانات رد نشده؟ و اذ ابتلی ابراهیم بکلمات، ابراهیم با سخنهایی از جانب خدا امتحان شد، ابراهیم خلیل شد، اما قبل از رسیدن به مقام خلت الله تعالی هم امتحان جان کرد او رو با آتش نمرودی، هم امتحان فرزند کرد با امری که به قربانی فرزند شد، هم امتحان اهل و عیال شد زمانی که قومش او رو جلاوطن کردن. قومش، حتی پدرش آمد گفت لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا، پسرم دست از این کارا بردار.
وگرنه من خودم سنگسارت میکنم، ریز ریزت میکنم، برو دست از سر ما بردار. پدر داره این حرفا رو میزنه. امتحان، انواع امتحانها رو تجربه میکنه و بعد الله تعالی او رو به مقام خلت میرسونه. انبیای دیگر رو نگاه کنید، گاهی وقتا به انبیا طعنه میزدن، میگفتن انا تطیرنا بکم، شما آدمای بدشگونی هستید، نحوست از سر کلتون رو میباره. چقدر سخت. اونا فقط در جواب میگفتن طائرکم معکم، این بدشگونی با خود شماست. گاهی وقتا به انبیا میگفتن، این بلیات وقتی میگم، گاهی وقتا به انبیا علیه السلام میگفتن تو سفیه و نادانی. اونم میگفت یا قوم لیس بی سفاهه، ای قوم من به خدا من دیوانه نیستم. جوابش همینقدر بود. ولی انواع مارک ها رو به انبیا زدن، انواع اتهام ها رو به اونها وارد کردن، انواع آزار و اذیت ها رو از اطرافیان خودشون تحمل کردن. برای همینه که مولانا میگه صبر بگزیدند و صدیقین شدن، با صبر صدیق شدن.